اسب یکی از حیوانی با فهم، با عقل و زیبا، اینچنین دوست داشتنی مردم جهان است، خصوصا مردم ما به حساب می رود. درود دوستان، برنامه میآموزیم است منظورتان و ما می خواهیم امروز اسبانه، اسب تازی را از خود کنیم. از این رو آمدیم به مؤسسه دولتی نوروزگاه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و امروز از مربی اینجا فردوس سلاموف اسب تازی اسبانی را میآموزیم. فردوس، اینجا چند تا اسب موجود است و این اسب‌ها به کدام نمود داخل می شود؟ سلام علیکم. در اینجا 10 تا اسب موجود است. اسب‌های ذاتی انگلیسی، اسب‌های ذاتی اخالتکینی، اسب‌های ذاتی تاجیکی خودمون. یعنی اینها اسب‌های ورزشی می‌پوشند؟ بله. معنی اسب نامش لالب. یعنی هر یک این اسب‌ها باز نام دارند؟ بله. معنیش سنتوریون، معنیش شیر خاندارک، اسب‌های انگلیسی. معنیش کراسافچیک، ذاتی تاجیکی. یعنی که ذاتی خودمون. معنیش ریکارد. نام این ریکارد. ریکارد. این ذاتی انگلیسی. معنیش سکرتریات. تا حال یگان مسابقه بوی نداده است. ذاتی تاجیکی. اینش سمرقند، ذاتی اخالتکینی. یعنی این قهرمان است؟ قهرمان است. در چی میگن در همون داوی که خودش میدوه، همون زبگی خودش در قهرمان است. و دوستان عزیز، باید قیدم که حالا در دست من نمک است و این نمک را به اسبان میدهم و این کس شکرانه میباشند. دوستان عزیز شناس شده. در اینجا طولی چقدر وقت است که شما تمرین میکنید؟ 1 ماه. یعنی علاقه در 1 ماه شما توانستید اسب تازی را آموزید. خیلی خوب. و فردوس، این نمک را به اسب میدید؟ بله بله. و حالا میبینیم که به اسب چگونه نمک را میدیم. نامش شرق است؟ بله شرق. شرق، مرحمت نما. خیلی اسبی زیباست. نه و اینجا توپ را نیز میبینیم. این برای چی؟ این برای زیق نشدنش، برای بازی کردنش. یعنی اینها بازی هم میکنن؟ بله بله. اینا زیق هم میشون. اینا کم کم باید بازی کنن. با یگان چی وقتشون رو گذارونن نه؟ خب اکنون ما نمک را که گذاشتیم، بیا سریع حرف بزنیم که چگونه نگاه بین میکنید هر روز اسبان را؟ ساعت 5 ساعت خوراکش رو میدیم، یعنی جواش رو. ساعت 5:30 سحر زین زده تازه کرده اینا رو مشق پگوی روزی ترینировкای утренний میگم. ترینировка یعنی پرایسکش رو میکنیم. ساعت 8 علفش رو میدیم. ساعت 9 تنش رو بدنش رو خور مال میکنیم، تازه میکنیم برای که عرقی بدنش باید شکسته شود، تازه خودش رو سبک باید ایش کند است. ساعت 11 اینا آب جو میدیم تا ساعت 2. بله تا ساعت 2 اسب دم میگیرن. ساعت 2 اومده اینا نستینشون دیده، آخرشون خبر گرفته، تازه کرده. از صبحی که حوض هوا گرم میبنده سوار نمیشه. خیلی گفتید حالت روحیش را نیز نگاه میکنید. وقتی که مثلا کمی افسرده است، یعنی حالت روحیش آنقدر خوب نیست، چیکار میکنید با اسب؟ با یگان بازی میکنیم. نستنش پیدا شد یا که بیرون برآورده در لیواده سر میکنه. لیواده یک 4-5 جایی است که بازی میکنه است و یک نسترینش بلندتر میکنه. یعنی حالتش خوبتر میشه؟ بله بله. این اسب هم رنگ یک آدم است. خیلی که نسترین نمیشوه یا که عصبات خرابه یگان چی نمیفوره. همین اسب هم خیلی. خیلی در بالا قید کردم دوستان عزیز. اسب یکی از حیوانایی میباشد که خیلی بی‌شعور است، احساسی است، حس میکند صاحبش را. و این اسب من شرق، این چمپیونی سال 2022 در همین نوروزی چمپیون شد. خدا باشکر. این اسب بسیار با برکت است. این اسب پیش قدم است، پیش سر. بله بله. میبینیم که اسب شوخ نیست هست؟ کم کم نه، خیلی شوخی نمیکنه، کم کم میکنه. طرز لجام زدن رو حالا میآموزید. چگونه لجام میزنید؟ من نمیتونم. آسان است؟ بله یگان کار خیلی نمیکنه. علاقه لجام رو زده. البته
برای آن نفرانی که همه روزه با اسب سر و کار میگیرد لجام زدن، خوراک دادن، حالت روحیش را فهمیدن خیلی آسان است. ولی برای ما که باری اول میآییم نزد اسب میبینیم این همه را کمی دشواری هست. خب به بیرون میبروریمش. بله. فردوس این اسب انگلیسی است؟ بله. این اسب 7 ساله اسب انگلیسی است. یعنی 7 سال دارد؟ بله 7 سال دارد. غالبی شاهجوزه نوروزی است. اصلا اسب چند سال عمر میبیند؟ اصلا اسب از نگاه بین آدمیزاد زیست چند سال عمر بینش. عمرش از نگاه بینی خوب وابستگی دارد. هست اسبای هست که تو 20 چند ساله هستن، اسبای خیلی اسبا هم هستن. اگر که اسب رو از خوردیش ساز تربیت کردی، اسب خیلی عمر خوب میبیند. اگر هر یک کسل شدنش اهمیت ندادی، اسب کسل شد عمر دراز نمیبیند. یعنی اگر ما به سلامتیش اعتبار ندهیم دراز بله. عمر نخواهد بود. بله بله. خب طرز نشستنش را انا اکنون آموزان برای ما، برای دینه برای شما من می‌آموزم. من میخوام این ساعتی یک کمتر بازی کنه دیگر اجده سوال شد. اولین باره که همین اسب در 3 سالگیش با ما اومد، 3 ساله بود. وقتی که بالایش سوار شدم یک احساسی مردی حس کردم از همین اسب. هم اسب بقوت هم اسب زنده دل است. دل بقوت میگن که مرد اسب است. مرد اسب. زنده دل است بگم که خیلی دلی مردی دارد این اسب. انا اکنون میگذاری که بازی کند؟ بله. معلوم شد که تا چه اندازه زنده دل است این اسب. اینجا همه اسبان همین گونه هستند. بله بله. خب انا اکنون تفاوتش را میگفتی که از نمود ظاهریش فرق میکنن چه خیلی؟ اسب انگلیسی من خیلی اسب چه گویم از این جوسا میاد بعد رنگی او میفهمد آدم میزد که اگر اسب شناس آدم باید فهمد که من این اسب ذات انگلیسی است. اسب اخالتگین این خیلی پهم نمیشود. اسب اخالتگین باریکی قامت بلندی سر بلند میشود. یعنی کمتر خراب هم میشود. بله بله. و یک کس نقض میبیند. خیلی بسیاری همکاری که قطعش نقض نمیبیند. یعنی فقط میپرستد تا اینکه یک تا صاحب داشته باشه. بله بله. یک تا رو نقض میبیند. یک تا رو به خودش میموند در اومدن خپیدن لجام زدن. بیگانه رو نمیموند. فردوس از آن جهتی که حالا ما دیدیم چگونه سوار شدی به اسب انگلیسی یعنی شرق، اسب تازی. بله. خیلی شوخ است و از آن سبب که من باره هم به اسب سوار نشدم کمی در دلم الکی هراس افتاد و هم افتاد و میتوانم امروز با یگان اسب نسبتاً آرامتر شینم و عموما طرز شیشتنش را آموزانی برایم. بله بله مشکل ندارد. و اینجا عموما همین گونه اسب هست؟ هست اسبای چه گم همین تاجیکی خودمان ورزشی. بله ورزشی نیستن برای همین برای مردم یاد دادم برای شاگردان یعنی این خیلی هم هست اسبایی که بزبالای کلان یعنی که در مسابقه بزکشی استفاده می شود اونا هم هستند. خب اینجا چون از شاگردان گفته میآیند میآموزند؟ بله بله از یک شاگرد میآید از سوال می شود.
خیلی اسب زیباست. بیاد دربارش معلومات ده. اسب 2 ساله ذاتی تاجیکی. اکو مسابقه آینده خدا خواهد نباید این اسب باید یاد. این باید همه وقت یکم. وقتی که در مسابقه اولین یکم که شد ولی تا آخر یکم میرود. باید تا آخر یکم رود. تا همین کریر از دوانش باید یکم رفتن گیرد. خب شوخ است معلوم. شوخ. است. بله. خیلی که گفتی خدا و چقدر تمرین میکنی مثلا دوامی روز با اسبان؟ سحر. همیشه یکم باشد. سحر پگاه‌روزی بر وقت هوا گرم نباشد. نسرین اسب باید بلند باشد وقتی کار میکنی. بله. نه وقتی که هوا سلقین باشد خودت هم میخوای تمرین کردن اسب هم میخواد. بله. هوای تازه از هم اساس عصبی آرام مانده نباشد. اسب زیق نباشد. دوامی 2 ساعت گفتی تمرین میکنید؟ دوامی 2 ساعت نه. دوامی 1.5 ساعت اسب پایگچی که سککوای ریتینگ میگیم ما اسب پایگچی ما بله 1.5 ساعت پگاهی روزی تریافکا دارم. بله دوستان خیلی میبینید اینجا هم اسب‌های تازه هست یعنی مخصوص برای ورزش پیش بینی شده است و اینچنین همین گونه اسب‌های کمی آرامتر است که هر کسی که میخواهد اسب تازه را آموزد میتواند بیاید اینجا از مخصوص مربیان درس گیرد و خیلی میبینید نازکی‌های خیلی زیاد دارد. بسیار چیزها را ما باید دانیم، حس کنیم، آموزیم و بعداً سوار اسب شویم. چی نام دارد این اسب؟ فسان. کی نامش را مونده است؟ نام خیلی زیبنده است و اسب خیلی زیباست. با کدام ذات داخل می شود؟ اخالتکین. یعنی این هم اسب تازه است؟ و بینندگان گرامی این همه نازکی را حالا به ما بحریدین قدموف آموزانیده ایستادند. مربی که طولی چندها سال است در اینجا تجربه زیاد دارند. و خیلی میگویند اسب ترس آدم را احساس میکند. وقتی که ما بالای اسب سوار میشویم نباید ترسیم. هرچنده که وهم هست چون بار اول است ولی کوشش کنیم که نباید اسب این را احساس کند. بله باز چی نازکی دارد، همین قدر نازکی دارد که تمام. یعنی مهربان باشه مهربان می شود. تماشابین عزیز، فردوس میگوید که دوام یک روز اسبان در اینجا 3 مراتب خورمال کرده میشوند. اینچنین اسبان را آبازی نیز میدارند و حالا ما رفتی خورمال کنیش را به نوار گرفته ایستادیم. با شما نیز اینچنین میخواهیم نشان دهیم که چه طرز نگاه بین کرده میشوند. خیلی مهربانانه و
اسب حاضره ما نام دارد لعل. ذاتش انگلیسی می باشد. قدش نیز نسبت دیگر اسب‌ها کمی بلندتر، با شکوه‌تر. خیلی اسب زیباست. ولی اسب آرامتر است نسبت به شرق که شما دیدید با چشمان خود. فردوس یکم شانه میزنید. بله. یعنی با شانه مخصوص تنش را میخورید. پس از با شانه مخصوص تنش را خورمال کردن، باز دیگر اینجا تجهیزات ها است از قبیل لته نم. بله. و جریان این کار هم به اسبان خیلی پسند است. خیلی میبینیم آرام است حالا است. چون این نوازش خیلی مهربانانه است. اینجا خیلی دیدیم نسبت اسبان و اسبان هم از این جریان خیلی قناعتمند میباشند، دوست میدارند، آرام میایستند و همین گونه پسندشان است. یعنی محض میکنه، محضی بدن. فردوس، همه سر و اسرار طرز نگاهبین اسب را ما گفتیم یا که باز حالا مونده است؟ باز حالا مونده است. یعنی ناگفته ها خیلی زیادن. و هر آن قدری که مثلا با اسب ارتباط زیستر پیدا میکنیم، باز هم خوبتر میآموزیم، باز هم یک چیزهای نهفته رو برای خود کشف میکنیم. باور داریم که این برنامه کمی باشد هم طبع شما رو بالیده گردانید، کمی باشد هم ما براتون معلومات خوب داده توانستیم درباره طرز نگاهبین اسب ها. تماشابینان گرامی، این بود برنامه میآموزیم که پیشنهاد شما گردید همین حالا. خانه آباد باشید. خیر.